روزنامه اندیپندنت دبیجه ترکیه آماده شاندنا هزن دریایی بجایی و چکدارن سر به ترکیه و جه سوریه با لیبیای دکه. روزنامه اندیپندنت یا بریتانی لسر زار برپرسنا لیبی را گهاند که حکومت وفاق یا لیبی داخوازا پشتوانیان لشکری و دریایی و بجایی و اسمانی دشاره ویده لدجی ارتشا نشتیمانی یا لیبی جه ترکیه کریه ددمانه هاده سروک ترکیه رجب طیب اردوغان چاواره پرلمان ترکیه دکه داکو لسر شاندنا چکدارن جه سوریه با لیبیای پسند بکه. جعلی خواه برپرسک ترکی جه آجانس بلومبرگ را گهاند که اگرک مزن هیا و چکدارن سر به ترکیه و یعنی سوریه دبینن ترکیه وان بشینه با لیبیا. دوی درباره ده مهند یونس بردف که بناو حکومت وفاق جه روزنامه اندیپندنت را گود که تو زانیارین زلال جمعوان نینه جبر کوتا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان هزم بجایی و دریایی بشینه لیبیای دوی پرلمان ترکیه و یکی پسند بکه و سربار کرد که حکومت وفاق پیوستیا وی به پشتوانی هیا دشاره وی لدیجی ارتشان اجتماعی یا لیبیای ده. هروها لیکولینر مزاحم السلوم جه اندیپندنت را گود که مجار شاندنا چکدارن جه سوریه با لیبیای ببرپرسنا ترکیه را گنگشه کریه و تکس کرد که پلانک جبو شاندنا وان جه سوریه با لیبیای هیا و بلگجی اوا که برپرسنا سیخورین ترکیه پلابلنین که بره بسرپرشتیا دوسیا سوریه دکرن ددمانها ده سرپرشتیا دوسیا لیبیای دکن.